اعتقاداتی که اینا دارن، اونا عقیده دارن که در این روز کریسمس بچه خدا تولد شده. گپ دقیق فهمیده؟ اصل گپ در کجا هست؟ روز کریسمس یعنی اونا میگن که در این روز کی تولد شده؟ بچه خدا تولد شده. Son of God تولد شده میگن. پس این حال وقتی که تو برازو میگی مبارک چی مانا؟ یعنی مبارک ولادت بچه خدا. وایدی گپ چیست؟ و بسیاری کساس اینی عمق گپ نمیفهمن، نام خدا مفتی میمانه، مفت گپ زده میره. مفت باید گپ نزنه است. حداقل عقیده خدا بفهمه که اینمی چی معنا میده. آیا او نصرانی که میکنه، آیا او تجلیل میکنه امروز از ولادت عیسی مسیحی که پیغمبر است؟ برو پرسانش کن، حداقل استادش کن، بگو برادر امیر روز کی تولد شده؟ میگه عیسی مسیح. بگو کیست عیسی مسیح؟ جیسوس کرایست. میگه son of God، بچه خدا هست. خب او میگه من تجلیل میکنم تولد بچه خدا را، و تو میگی مبارک باشه. من سجده میکنم برای عیسی مسیح، خدای مثل العیاذ بالله عیسی مسیح. در کدام کلیسا شما نام الله را دیدین؟ در کدام کلیسا نام الله نوشته است؟ در هر کلیسایی که شما امروز برین، اینترنت است، نوشته کنین چرچ و نوشته کنین، در هر کلیسا داخلش نشان میده که اون مجسمه کی است؟ مجسمه عیسی مسیح است و مجسمه دروغینش است و اونم مجسمه است که در صلیب آویزان شده. و وقتی که از بهش پرسان که بگی اینمی کی است، میگه این بچه خدا هست. آل جناب مفتی صاحب میخیزه فتوا میده که اینمی را تو بخی چی کن؟ تبریکی بده. پروا نداره. چرا پروا نداره؟ به خاطر پروا داره. فهمید یعنی؟ لكن يحرم على المسلم ان يرضى بشعائر الكفر. بله مسلمان حرام است که به شعائر کفر چی باشه؟ راضی باشه. الرضا بالکفر کفر. رضایت به کفر چی است؟ کفر است. اینم از مفتیای اسلام پرسان کو. بگم این جمله چی معنی که الرضا بالکفر کفر؟ وقتی که رضایت به کفر است، آل ایمه خیزه درخت را جور میکنه که این مربوط میشه به کریسمس. کریسمس چی است؟ روز تولد بچه خدا. به عقیده از اونا. پس وقتی که تو روز تولد بچه خدا را برش تبریکی میتی یا بر از او درخت جور میکنی، آیا درست است؟ الله سبحانه و تعالی میگه که ان تکفروا، ای مردم اگر شما کافر شوین، فان الله غنی عنکم، الله غنی از شما، ولا یرضی لعباده الکفر، الله بر بنده های خود به کفرشان رضایت نداره. الله پیغمبر فرستاده، الله کتاب فرستاده، الله قرآن فرستاده، الله سنت فرستاده و در اینجا الله به این خاطر این دین فرستاده که برای بنده های خود رضایت کفر نداره. و برشان گفتم که وقضى ربک، و فیصله کرد پروردگار تو الله تعبدوا الا الله، که عبادت نکنین بغیر از الله. آل الله فیصله کرده که بغیر از الله کس دیگه را عبادت نکنین. اونا میخیزن یک شخص را، یک پیغمبر را عبادت میکنن، باز شما میخیزن بر از اونا چی میکنین؟ مخالف رضایت الله. و شما چی میکنین؟ بر از او تبریکی میتین و بر از او میگین